келин خمیراشی منتوی کداسید می؟ ها ناو سر کردم خمیرش رازی تمام کنم اگر در پیاز و گوشت ریزه کرده پیچانده میبندم ها مایلش ها مادر جان ها تخمینه چیزی تو اینجا با گپ دادشتی؟ خیز کارقه ужин چیز ужин ба امروز ужин با манту خوراکی دوست داشته من ینگت گفتم که امشب مانتو میکن تا میگم هم مایلش گفتم هم با تو گفتاسیم خیس عجات شپس کن کمک کن برای مانتو چی در کار؟ خیس کارقه و ینگت خمیراش کداسیم تو رفته قلب پیازاشه ریزه کده تایوای کده تی میشنم اینجا من با گب داده پسته خوده چخ کده پیاز؟ کی ریزه میکند؟ من پیاز ریزه کنم؟ یگان جات کم نمیشه چم اپا یگان تا کارش هم میشنم اینجا جاغ داده من با ای خدا جان مادریان چشمانی من میسوزد میفهمید تایار خور نشو چم اپا یک کار شو من چی خیلی پیاز ریزه میکنم؟ ینگم برای چیست؟ برای چی کلین کردیم؟ برای همین خیلی روزها یک منتوی خودش کردن نمیدونم با چی خیلی باید کلین شده است اون برای چی باید کلین کردیم؟ ای خدا چه ینگت برای چی؟ و تو خدمتگارت می؟ و اینجا برای چه کلین شدم دیگه؟ فقط خدمتی مایه کدام بمی؟ ویم انسان ویم بچی کس؟ گپا بین گپا تو ایخه گپای نزن اینجا گفتی پیشی من با دیگر جا نشنوم این گپاتا فهمیدی می؟ خانی داری خودش فهمیدی می؟ تو نموخوری می؟ من تو پزد اگر که من پیازش ریزه کنم اما منتویش هم خودم میکنم یک زولتون کنیک جورا میگیرد ینگا جانم گن که خودشون کرده میگیرم نه تخمینه ینگم میکنم گفتنی گپ نیست این خانی مونده تو هم کمک میکنی یاردم میکنی تو اینجا شده میگفتی و ریزی درست سانی یکتا خودش اونجا و میکنم هیچ گپ نه یگان جات کم نمیشه هم پیازه ریزه کده تی پاک کده ریزه کده خوش ریزه کده تی چی هم کار کن میشنیم اینجا با جاغ داده تیست اپای کارچم خیس یک منتوی خودش کردنتون برای چی باید کلین توبه کردم من خیلی که خونه شوهرم رفتم همون وقت میکنم حاضر کار یاد نگیری که به یاد میگیری کاره خونه شوهر به تیار شده رفتن در کار همه کارا دانسته رفتن در کار یک تا نیمته نمیدانسته که تو خوش دامنت یاردم میکنم گفتم میتیم چی کده نشه ای خدا چی بهونه کرده از این خونه برام درم گاونه زنم کو یازیدی در رو شوست کن رفته پورس ینگا جان چیکار کنم بید من پیاز شریز کتیم گو فهمیدی می؟ های ینگا تخمینه چی خیلی پشتی یک پیاز اینقدر دادویا برداشتی؟ من خودم میکنم همون پیاز اگر که اینقدر قین باشد نفهمیدم برای یک پیاز مغل برداشتم راست میگویم یک منتور خودتون کرده نمیتونین من داداش فرصتی زفترک نشته سالی من زفترک هم داشت نکردم زفترک نکردین؟ بعد عیبی من چی که شما زفترک نکردین؟ گناهی من چی؟ من نگفتم که عیبی شما آدم ساعت 8 سحر زفترک میکند 12 عبید نکن شما یک منتور در خانه ایشتون نمیتونین کرده خون توقع یکی 20 دقیقه تا میفته که بیا کتید منتور کنم ها خودم توقع نمیکردم برای اینکه در خانه ما اومده یاردم میکردم همین کاری که شوهر کردم خونه شوهرم با میکنم بعد خوشتومنو قیسینگیلا میخورم همینجا با ما تیزاره کردم بیا اومده یاردم کن گفته یاردم نمیکرده باشی من ایلرا قرارشین نجات من خودم میکنم همینه انا کنون شما هم زفتر کتنا سوی عبید دکنید و هم برای ما برای بگونی یک منتوی با لذت جانانه تیار کنید تا که ما نوشید جان کنیم بالای همه این پسوده های من رو نیست شوید بالای همه این پسوده های من رو نیست شوید اپا و خواران عزیز اگر که شما خواهید از خانه نبرآمده هر 21 روز معاشای بهترین به دست آورید میتونید که به همین نمره واتساپی من نویسیدن با کامند من با کمپانی فابلیک من شما نام نویس میکنم زنهای عزیز کار تنها طریق تلفن است یگان وقت یگان جا برآمده در بدر یا که فروخته گشتن در کار نیست که چه بکچه زنهای عزیز حاضر عصر 21 از شانس خود را از دست ندهید هر 21 روز به خاطر ما کار کنید مثلا وقتی خالیتون کم کم صرف کنید به همین واتساپ در آمده قچمون صحبت کرده کار از خود کنید یگان جای قینی ندارد شما
شما با زبان روسیه دانستن در کار نیست، معلومات عالی در کار نیست، کجا و کجا گشتن در کار نیست، وقتای مثال زیاد در کار نیست. همین که وقتی خالیگیتان که پیدا شد شما میتونید که در آمده کم کم کارا از خود کنید. ما خودمون با شما یاری میرسونیم دخترای عزیز. وقتی که شما دیرکتر میشید باز از طرف کمپانی 10000 سومانی، اگر که شما هر چیز زودتر کار کردید شما 20000 سومانی کرده همون بونوس گرفته میتونید. بغیر از این باز یک گلا بونوس های زیاد هست دخترها. من خودم 100000 سومان بونوس گرفته هستم از این کمپانی، بغیر از اونی که من هر 21 روز 14000 سومانی معاش میگیرم. دخترای عزیز یک گون جای دشواری قینی ندارد. باور کنید به خود، باور کنید به زنهایی که موفق شده ایستادند و حیات شما هم نیز دیگرگون خوب و بهتر می شود. باور کنید دخترها حاضر عصر 21 بهوده شیشتن، همین تلفن ایتک دستی همه ما هست. بهوده شیشتن پروستا یگان فایده ندارد زنهای عزیز.